سلام و عرض ادب خدمت همه خواهران برادران در افغانستان، ایران و تاجکستان و تمام جهان، خصوصا اهل ونود اهل سکه یهودای افغانستان در هر جایی که هستین، خواهران و برادران ما هستین و جوگیای افغانستان، پشتون و تاجک و هزاره و قزلباش و کل افغانستانی، ایرانی و تاجکستانی و پاکستانی. ما یک مسیج دارم برای هزارای پاکستان، برای تاجکای پاکستان، برای پشتونای پاکستان. د پاکستان حکومت چې دا د انګریزانو نوکر دی، دا د پاکستان پر ضد دی، دا د پښتنو پر ضد دی، دا د بلوچانو زمونږ ورور بلوچان، زمونږ مجاهدین بلوچان پر ضد دی، هغوی نسکور کوي. جهاد تاسو ته فرض دی. قرآن وګوره، قرآن پاک سوره البقره، سوره آل عمران، سوره النساء، سوره دوم، دریوم او څلورم شپږ تقریبا شل باره یا پنځلس باره جهاد حکم راغلی ده او تاسو ویده یې. لمونځ کوئ، د لمونځ نه فرض اول علم ده، بیا ورپسې جهاد ده، بیا کار ده، بیا زکات ده او حج ده. حج خود نه کېږي د دې لپاره چې حج باید په پښو لاړ شي او په اوښکو. سورې دوویشتم سورې حج ده، ولولئ تاسو هغه آیت لکه چې اوس اتهویشتم او اوویشتم ده. ګوره زه آیت درته وایم: بسم الله الرحمن الرحیم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمیق. آذان ورکی، آذان بدهید در حج تا بیاین نزد تو، آذان بدهید بین مردمان در حج تا بیاین نزد تو. آقا ابراهیم علیه السلام نزد تو، پای پیاده و سوار بر شتران لاغر. این شتران لاغر از هر رای دور. بیا بل آیت دی په بل ځای کې وایي چې تاسو طاقت او حوصله ولرئ چې یعنې په پښو لاړ شئ، په اوښکې لاړ شئ. باید درې میاشتې کېږي یا 2 میاشتې کېږي. دغه د قرآني حج دا چې تاسو په تیارو کې ځئ یا په موټر کې، هغه حج نه ده، هغه پیسه مصرف کول ده او تش په نامه حج ده، هغه حجي نه کېږي. ښه، بازم برادران و خواهران افغانستانی، چه قسمی که در پشتو گفتم براتان، در فارسی میگم که جهاد از همه چیز کده. اول حکم قرآن بزرگ یکی پای منایم مسلمانی ساختن، این غلط است. اول کلمه غلط، کلمه طیب، کلمه شهادت، هر دوش ما پیدا کردیم در قرآن بزرگ. شما ببینین قرآن پاک پیش از اینکه مرا دو فضیت بزنین در کفر بگیرین. ببینین سوره 47 از بین آیت سوره 47 از سوره 47 از بین آیت 19 لا اله الا الله را گرفتن. من بر صبرتان این ازیات میخوانم. آیت 19 سوره 47 به نام سوره محمد است، از یادتان نره. خب مشکل از یادم رفت. فاعلم، ببخشین، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات والله یعلم متقلبکم و مثواکم. در کجا از محمد آمد؟ در کل قرآن بزرگ ما خواندیم. ببخشین که یک دفعه آدم بند میمونه. در کل قرآن بزرگ 2 دفعه محمد رسول الله آمده، دیگه یا نبی آمده یا آمد اشاره داده شده. خب در سوره 48 سوره الفتح قرآن پاک است، 29 آیت داره. در آیت آخریش که 29 است، از شروعش فقط محمد رسول الله را گرفتن، دیگه وسو کردن.
این کلمه جعلی است، این کلمه ساختگی است. اینم براتون همون یک خطش میخوانم. محمد رسول الله مع اشهد کفر رحم بینما. خب این بسیار دور و دراز است. در اینجا اسم تورات و انجیل هم ذکر شده در همین آیت، در آخراش در بینش شما بخوانید تقریبا در 12 سطر قرآن بزرگ است. خب کلمه شهادت ما براتون از روی قرآن از یاد میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهد الله لا اله الا هو الملائکة و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. اشهد الله، ما شهادت میدیم. برای کی ما شهادت بدیم؟ کی از ما شهادت خواسته؟ ذات ذریات ما نبود، نسل ما نبود که خداوند خودش با ملائکه های خود، با اولو الامر شهادت داده و خودش. ما در هر گپ نام محمد رو داخل میکنیم. ما مسلمان های محمد پرست و مرده پرست هستیم. ما پشت عمر میریم پرستش میکنیم، ابو بکر رو نمیفهمیم، عثمان و پدر یزید و هزار کتاب های منسوخ پلیت و به نام احادیث مثل مسلم با صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، انس بن خالد بن دیگهش که از ترمذی، بن جهیر بن افوان بن امران است، بن جهیر بن یغوس یعوق سندرا بن ماجه بن شاشه بن خوک. برای خدا و قرآن، ما قرآن خدا داریم که تکمیل است. خداوند خودش گفته که ما دین تکمیل کردیم. ایره کس قبول ندارد چون نمیفهمد یا دکانداری میکنه سر دین. ما براتون واضح و پوسکنده میگم، ما اهل قرآن هستم. قرآن بزرگ کلگی را دوست داره، کل بندای خداوند دوست داره. یهود هم دوست داره، کریشن هم و هندو هم. چرا پیدا کرده؟ برای پیدا کرده که دوزخ ببرش؟ نه، این بد کرده این ملاهای خبیث رذیل منافق. این چیزهایی که یا میگن کفر میگن و هزاران نفر باز این قغول میگردن که صدا میکنن ملا صاحب ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، 1000 ماشاءالله، 1000 قلب. این چیزهای غولی هستن این مردم ما که خدای بفهمه. مردم ما، مردم پاکستان و ایران و این مردم ما بسیار غول هستن، ملا پرست هستن. این سالگه که مردنی، ساله قاقه که به نام جنرال ساله چی بالاست، ساله شیخ ساله پردل مرداردل، این یک کسته کشیده بود. این خب بسیار زیاد مرداری داره. یک کسته کشیده بود همی یک ماه پیش، عکس یک نفر انداخته که مابین دوزخ است، گویایی را خداوند در دوزخ انداخته به حکم زنش. یک زن میتونه 4 مرد را به دوزخ ببره. خوب فکرتانه بگیرین. پیغمبرای خداوند یک نداره. ملائکاش که بعد از خداوند اینا را در قرآن بسیار تعریف کرده، اینا یک ندارن. کار دوزخ و جنت فقط به حکم پروردگار است. این ما آیت قرآن براتون میخوانم که پیغمبر مربوطش دوزخ نمیشه، جهنم نمیشه. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ای محمد ما تو را فرستادیم مژده دهنده ترساننده، ولی جهنم به تو ارتباط نداره. این آیت قرآن ببینید. این خره که 40 سال ملایی کرده، مردم فریب داده، اینا کلش وهابی و سلفی و حنفی و یا کلش مذهب‌های ساختگی است. پیغمبر ما مذهب نداشت. ما چه کنم مذهب؟ من توف انداختم وقتی که قرآن بزرگ 5 سال پیش خواندم، مذاهب کلش توف انداختم. گفتم نه، پیغمبر ما مذهب نداره. ما چرا مذهب داشته باشم؟ پیغمبر ما پیرو قرآن بود. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اطیعوا الله خود خداوند است و قرآنش. اطیعوا الرسول حضرت جبرائیل بزرگوار است. اولو الامر منکم پیغمبر خداست که وحی که برش میآید باید او را آشکارا بسازه. یک آیت نه، چندین آیت است. ای محمد وحی که برای تو فرستاده میشه تو را آشکارا بساز. تو را خود نمیتونی که قید کنی. یک از پیشش رفته گفتم من دیگه آیت روان میکنم، اگر فراموش کردی به این اندازه. خوی چیزا کلش در قرآن بزرگ است. این را کم کم براتون میگم.
خواهران برادران، هیچ غیر عمل صالح خداوند تمام بنده های خدا میبخشه مگر قتل و کفر نمیبخشه. و قتل و کفر غیر از تروریست دیگه کس نمیکنه. یهود خدا بخشیده. اگر شما باور ندارین قرآن را بخوانین باز او وقت میفهمین. اینا ما یک آیت بنی اسرائیل براتون میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، بهترین نعمت های دنیا را به شما دادیم، بهترین فضیلت به شما دادیم و ای که شما را فضل دادیم نسبت به همه عالم ها. این آیت تنها برای محمد فرستاده خداوند از جمع مسلمان ها. از یهودا 25 آیت است. و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، و نفرستادیم تو را مگر از روی رحمت بر عالم ها. حضرت آدم هم فرستاده از روی رحمت بر عالم ها، حضرت نوح علیه السلام، حضرت لوط علیه السلام، حضرت تمام آل عمران که پدر بیبی مریم بوده و مثلا پسر بیبی مریم بوده و نام دو پیغمبر خدا را خود خداوند گذاشته، حضرت یحیی را و حضرت عیسی علیه السلام. خوی قصه بسیار زیاد است. انشاءالله در خدمتتان حاضر میشم. منتها خواهران برادران، قرآن حتمی است که بخوانین. 23 دفعه ما پیدا کردیم که بخوانین. اقرا به اسم ربک الذی خلق، اقرا و ربک الاکرام. در اینمی سوره الحق، سوره 92 است بخیالم، از 5 آیت تا پنجمش 4 در مورد بخوان است. بخوانید. باز فاقرا بخوان و وتل ما اوحیه، بخوان چیزی را که وحی فرستاده شده. نماز از قرآن خوانده میشه، علم از قرآن گرفته میشه. این طالبا کافر مطلق هستند. هر کدامش بیا یک کدامه بحث قرآنی کنه، نه کتابای منسوخ پلیت بن ماجه و بن شاشن. نه، اون کتاب من نیست. یا که فلانی تو گفت یکی آیت قرآن است، اینا شما را در 14 سال بینیمی 14 سال بازی داده که روایت است، چنین آمده است، بن ماجه چنین گفته، رسول الله چنین فرموده. باز آخر چیز در زیرش ترک نشته میکنه بن ماجه یا مثلا بختی یا سفر چی بالا سودگیش ترمیزی، باز یک نمبر میزنن 2400 چند. من نمیفهم بدن حالتیاش چی است. خواهران برادران، خدای بزرگ شما را بخشیده. کسی که ایمان داشته باشه او را میبخشه. یا آیت قرآن است. یا که میگن که یهود کافر است، امریکایی کافر است، گلا برختان مرداری خدا میخوره. اهل کتاب برادر ماست، اون دعا برادر ماست. سکا از ما که بسیار با ایمان و با غیرت است. این میال شما برین در دیلی کونه سیل کنین، در پیش لال قلا اونجا گردواریشان است. روز 1 لک 2 لک 3 لک نفر اینا نان میتن. بسیار گردواری کلان دارن. او سر سنگای مرمر او رفتگیست، اونم تو پایپ او موندن نرکش که میره پای خدا میشویه و سر خود یک دستمال وسته میکنه. مدرای از سرخانهای 100 متره و 50 متره اوار است. اون از اونجا سطلاست که یک 50-100 نفر خانمای سک است. بیچارا نان پخته میکنن، دیگات پخته میکنن، چپاتی پخته میکنن و یه طور ماشین واریست که سعی کنین و ببینین که از یک سر اونم مردم سطلا دستایشان است، کچالو مثلا گلپی هر چیزی که دارن مندازن، اونم مردم در شقابا پیش رویشان است، نانایشان مندازن، نانشان پس میکنه، پس اونم نفر دوم در پشت سرشان است که انداخته میره. یعنی مت چهارم و پنجم 100 نفر اونجا خدمت میکنه، والنتیر است. خدا یارو خراب میکنه؟ نه. بهترین مردم کره زمین سک است. باز اون دوای ماست، باز کرشنای امو چیز است. کرشنا در مجموع کلشان خوب مردم است، ولی از هندوستان بسیار خوب مردم است. خواهران برادران، اگر تو در دلت ای بگرده که ای کافر است، ای نمرود است، تو خودت در دلت عیب داری، تو کینه داری، تو ایمان نداری. خدا پیدا کرده برای اینکه او را در بته و بسوزانه؟ نه، تو غلط فکر کردی. یا یک نفر میشه مولا را گوش میکنه، والا ما آتیست هستم، ایتیست میگه چی بالا میگه. قول خدا اصلا تو یک دفعه قرآن بخون با تفسیرش، و چیزی که مولا میگه تو در مولا ایمان داری؟ نه، بخون کتاب خدا را. 1000 سال که تو کار خدا جنگی باشی، کمیاشتی شدی، تو را میبخشه. قول خدا. تو در پای خود در فرق خود تیشه میزنی.
من ایتیست هستم. تو ایتیست هم نمیفهمی، تو میخوای به قرآن نمیفهمی، تو تورات نمیفهمی، انجیل نمیفهمی. یکی خواهران برادران گوش کنین که کس را تشویق نکنین. این کفر است، این گناه است که شما یکی را بگین که بیا مسلمان شو. این پدرنالتی رو ذاکر نایک میکنه. این غلط است. سوره 30 سوره الروم سوره آیت 30 بخونین. این دینی که ما برای شما دادیم این دین عنیف شده است. شما زیر یک بیرق خدا میخیزین در دیگه بیرق خدا، نه ایرا خداوند منع کرده. ایمان گفته بیار، ایمان داشته باش که خدای تو واحد است، آخرتش بر حق است و عمل صالح کو در پولیش. بس خلاص 100%، 1000%، میلیون فیصد وعده قرآن است که شما را میبخشه. ایرا را موندین میرین گدایگرا وری غول وری پیش ملا شدین، مثل خر خود وری بارتان میکنه. خدا حافظ شما.